ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 26 مارس سال 2024 از بازداشت با 13 فولبین و جادوگر خبر داد و گفت از خانه‌های آنها یک قطار اشیاء برای سیر و جادو، فولبینی استفاده شونده، اینچنین رسم و صورت‌های شهروندان از جمله عکس‌های رهبران کارخانه و مؤسسه‌ها را پیدا کردند. میلیسیا میگوید اعتماد به فولبین و جادوگر همزمان از آنها طلب نمودن کمک و کوشش برای پیشرفت کار و فعالیت، گرم و خنک نمودن مناسبت‌های عائله‌داری، جستن درمان درد و عملی سازی دیگر خواهش‌های انسانی نشان دهنده سطح پست معرفت‌ناکی یک طایفه شهروندان میباشد. گفته می شود مقامات کارهای داخلی ولایت ختلان جهت دستگیر و به جوابگری جلب نمودن جادوگران و فولبین‌ها پیوسته رید و عملیات‌ها گذرانده ایستادند. از جمله دوام هفته سپری شده ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های سنجشی در حدود شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان از جانب کارمندان میلیسیا 13 حالت مشغول شدن شهروندان به سیر و جادوگری آشکار و معین کرده شد. اینها عبدالله فبیبالله، گدای و گف حربی، مولیان و زمیره، خدایار و روزیا، یونس و حیدر، مرات و شویره، نوروز و شریف، میرزاخان و حنیفه، سرمت و اشور، رجب و گلدسته، سفرعلی و رئیسه، تغای و شعلا، چویان و هجران بی خود دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی میلیسیا ختلان گفت ضمن چاره‌بینی‌های سنجشی معین گردید که متاسفانه قسمی از این طایفه مردم فریب و کج رفتار خود را همچون طبیب خلقی معرفی نموده، ولی در اصل با استفاده از هر گونه اشیا و جسمای کرخت به مردم فریبی مشغول بودند. در نتیجه نسبت به همه این 13 نفر طبق طلبات ماده 428 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده‌های مأموری ترتیب داده شده است. در تاجیکستان از سال 2006 فولبینی و سیر و جادو قانونا منع کرده شده، برای آن در قانونگذاری جزاهای مأموری پیش بینی شده است.